یکی از عوامل قدرت حرکت سریع علمی است. حدیث العلم السلطان رو من مکرر خوندم. قدرت علمی با قدرت علمی ما مخالفه. همون عناصر بومی که اون انگلیسی خبیث توصیه کرد و تأکید کرد که باید اینا رو به کار بگیریم و مجهزشون بکنیم در داخل کشورها، همون عناصر گاهی در دانشگاه‌ها جوان ما رو سعی میکنن مایوس کنن برای اینکه حرکت علمی انجام ندهد. اگر با استعداد او رو کوچ بدن به طرف خارج، برو آقا برو فلانجا، اینجا موندی که چی خودت ضایع میکنی، پولم بدن پاداش هم بدن. البته جوانهای مؤمن ما ایستادن، اینو من میتوانم شهادت بدم، علی رغم خباثت هایی که بعضی از عناصر خودفروخته دشمن در سطح دانشگاه ها و بیرون دانشگاه ها انجام میدن برای اینکه بذر نومیدی رو بپاشن. جوانای ما، جوانهای مؤمن ما چند روز قبل از این آمده بودن مدالگیران، برجستگان یک دانشگاه برجسته کشور، حرف میزدن جوری که انسان واقعا مبهوت میموند از زیبایی و صحت و اتقان حرف زدن اینها. ایستادن. حالا عرض خواهم کرد که مردم ما رو اینا نشناختن، اما توطئه هاشون رو باید شناخت. راه مقاوم کردن کشور یکیش عبارت است از حرکت علمی که نباید متوقف بشه، نباید شتاب اون کاهش پیدا بکنه.